سیبک بازار است که سالهاست در کنترل طالبان است. رنگ این بازار بیشتر مردان است. از گشت و گذار زنان کمتر خبری است، اگر هم است زیر برقع. زنان حق کار کردن در کنار مردان را ندارند. یکی از نمونه‌هایش این کلینیک است. کلینیکی که در در و دیوارش آثار جنگ دیده می شود. در درون این کلینیک 6 کارکن صحی زن کار می کند، جدا از مردان و با محدودیت‌های خاصی که طالبان وضع کردند. فرمانده طالبان 5 دقیقه برای موقع مصاحبه با یکی از کارکنان زن در این کلینیک را داد. زیر نظارت یک عضو طالبان بعد دیدن خالده آمدم. خالده 29 ساله 5 فرزند دارد و 1 سال می شود در اینجا وظیفه اجرا می کند. روزانه تا 50 مریض زن را معاینه می کند. ولادت دادن مریضان هم اینجا کار خالده است. زیاد احساس خوشی میکنم از اینکه ما به منطقه خود خدمت میکنم، به مردم خود مصدر خدمت هستم، خدمت به مردم خود میکنم. بازم در قریه خودم به مردم خود ما خدمت میکنیم. 3 سال میشه فارغ شدیم، اینجا 1 سال میشه که آمدیم، 2 سال دیگه در ولسوالی جغتو وظیفه اجرا کردیم. چه مشکوک مریض دی د کلینیک نه تختیدل دی. در چند متری محل کار خالده طالبان برنامه ای را برای آگاهی دهی از ویروس کرونا به راه انداختند. برای خالده و 5 همکار دیگرش حق اشتراک در این برنامه داده نشده است. و اما اینجا در کابل پایتخت افغانستان و در دیگر ولایت‌هایی که تحت کنترل دولت افغانستان است، هیچ محدودیت در مورد زنان وجود ندارد و هیچ محدودیت در مورد شیوه پوشش و رفتار زنان وضع نشده است. زنان آزادانه کار میکنند، آزادانه در ادارات دولتی وظیفه اجرا میکنند و حتی در برخی مقام‌های دولتی هم وظیفه اجرا میکنند. زنان آزادانه در میدان‌های داخلی و خارجی ورزش میکنند و حتی آوازخوانان زن در کابل کنسرت اجرا میکنند. و اما اگر طالبان صلح کنند و شریک قدرت شوند، آیا تحمل این همه آزادی‌های زنان را خواهند داشت؟ نیلوفر ابراهیمی همانند خالده پیشینه کار در زمان طالبان را دارد. میگوید زمانی که در شفاخانه رابعه بلخی در کابل کار میکرد، حین رفتن به وظیفه چندین بار شلاق طالبان را خورده است. او حالا نماینده ولایت بدخشان در اولسی جرگه است. طالب با این دیدگاه بخواه که دوباره بیایه، به یاد داشته باشه که مردم افغانستان، خصوصا زنان افغانستان، در اون موقف 20 سال پیش نیستن. حتی من که شلاق خورده بودم در جریان کار، من 4 سال از کار مسلکی طبابتی خود کنار نیامدم و او شلاقا برای کار کردم و برای رفتن به کار تاثیرگذاری نداشت. وقتی بعد او زمان تسلیم نشدم، به کار خود ادامه دادم، او شلاق هر بار خوردم. فکر میکنین در این مرحله که من نماینده مردم هستم و از یک جای نمایندگی مردم میایم صدا بلند میکنم، صدای من خاموش کردنش آسان است؟ حالا که طالبان پس از توافق صلح با امریکا احتمالاً وارد گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شود، این نگرانی پابرجاست که با شریک شدن احتمالی طالبان در قدرت مبادا زندگی زنان در شهرهای افغانستان محدود شود. اما همواره دولت افغانستان و حتی برخی مقام‌های امریکایی گفتند که دستاوردهای زنان در گفتگوهای صلح با طالبان معامله نخواهد شد.